ایشاب صنعت، ایده‌ای برای سنجش، تأمین تجهیزات ابزار دقیق، خدمات مهندسی، پشتیبانی همه جانبه. اصول اندازه‌گیری فلومتر الکترومغناطیسی. متنوع ترین مواد هر روز از طریق سیستم های لوله کشی حمل و توزیع می شوند. این مواد می توانند شامل آب آشامیدنی، آب میوه ها، مایعات شیمیایی یا حتی دوغاب حاوی سنگریزه باشند. مایعات جاری در لوله ها معمولاً دارای خصوصیات بسیار متفاوتی هستند. در نتیجه اصول متفاوتی برای اندازه‌گیری آنها وجود دارد. یک روش اندازه‌گیری جریان بر اساس اصل الکترومغناطیس است. اصول فیزیک اساسی این اصل می تواند به فیزیکدان انگلیسی مایکل فارادی بازگردد که در سال 1831 کشف کرد که جریان الکتریکی می تواند با یک میدان مغناطیسی به وجود آید. تقریباً 100 سال بعد مخترع و کشیش سوئیسی پدر بونتیرا تولیمان این دانش را به مایعات رسانای الکتریکی جاری در لوله ها اعمال کرد و اولین فلومتر الکترومغناطیسی جهان را ساخت. بگذارید نگاهی دقیق‌تر به نحوه کار این روش اندازه‌گیری بیاندازیم. دو سیم پیچ میدان درون هر فلومتر الکترومغناطیسی قرار گرفته است. به کمک چیزی به اسم روکش قطبی، این سیم پیچ ها یک میدان مغناطیسی ثابت در تماس سطح مقطع لوله مورد نظر ایجاد می کنند. دو الکترود که می توانند ولتاژهای الکتریکی را دریافت کنند، در گوشه سمت راست دیواره لوله نصب می شوند. پوشش قرار گرفته درون دیواره داخلی از اتصال کوتاه الکتریکی بین مایع رسانا و لوله فلزی جلوگیری می کند. اگر جریان مایع وجود نداشته باشد، هیچ ولتاژ الکتریکی القا شده‌ای در شروع بین دو الکترود اندازه‌گیری نمی شود. ذرات باردار الکتریکی درون مایع به طور مساوی توزیع می شوند. در اینجا درون آب با ذرات قرمز و آبی نشان داده شدند. به هر حال به محض جریان یافتن مایع درون لوله مورد نظر، میدان مغناطیسی نیرویی را به ذرات باردار اعمال می کند. در نتیجه ذرات باردار مثبت و منفی در مایع جدا شده و در طرفهای مخالف دیواره لوله جمع می شوند. حالا یک ولتاژ الکتریکی به وجود می آید که توسط دو الکترود شناسایی و اندازه‌گیری شده است. این ولتاژ مستقیما متناسب است با سرعت جریان در خط لوله. همراه با سطح مقطع لوله حجم جریان می تواند محاسبه شود. هرچه سرعت جریان بیشتر باشد و لذا جدایش ذرات باردار اتفاق بیفتد، ولتاژ الکتریکی بین ذرات بیشتر می شود. الکترودها همچنین ولتاژ تداخلی را شناسایی می کنند که باید سیگنال اندازه‌گیری واقعی جدا شود. یک روش که به موفقیت برای این هدف استفاده شده است، ایجاد میدان مغناطیسی با یک جریان مستقیم تپشی است. برای این کار قطب‌های میدان مغناطیسی در نهایت معکوس می شود که اینجا با حرکت آهسته نشان داده شده است. اکنون ولتاژ دریافت شده در الکترودها دائما در قطب‌ها تغییر می کند. در نتیجه تمام ولتاژهای ثابت تداخل می توانند حذف شوند. به عنوان مثال اثرات الکتروشیمیایی در مایع یا میدانهای الکترومغناطیسی خارجی. بنابراین اندازه این ولتاژهای تداخلی هیچ گونه تأثیری بر سیگنال‌های واقعی ندارد. مزایای این روش یک اندازه‌گیری ثابت و پایدار و یک سیستم پایدار نقطه صفر است. ایشاب صنعت، ایده‌ای برای سنجش، تأمین تجهیزات ابزار دقیق، خدمات مهندسی، پشتیبانی همه جانبه.